زمانی که اوسی پی نبود شما باید مامانتو راضی می‌کردی یه تماس تصویری با دختر عمش که 20 سال رفته آلمان بگیره، اون وقت بعد یه سلام احوال پرسی طولانی و از هر دری گفتن برسه به یه 5 یورویی ناقابل که میخوای اکانت پلی استیشن تو شارژ کنی. البته راههای دیگه هم هست، مثلا بری تو گوگل سرچ کنی گیفت کارت اپ استور، برات یه عالمه سایت بیاره، یکیشو انتخاب کنی بعدم پرداخت. حالا باید بشینی منتظر یه ساعت، یه روزی، یه هفته، شاید گیفت کارت تو بفرستن. اگرم فرستادن یکی نیست بیاد بهت بگه خب حالا باید چی کار کنی اصلا باهاش. شاید ته همه اینا به این نتیجه برسی که ولش کن، اصلا بارو بندیلمو ببندم، اینجا دیگه جای من نیست. نه وایسا کجا بری؟ بمون همینجا، یه سر به اوستی پی، چون این نماد داره، راحت میتونی بهش اعتماد کنی، هر گیفت کارت یا اکانت پریمیومی که میخوای رو انتخاب کنی، بعدم یک کلیک و ریالی پرداخت تا تمام. تازه استفاده ازش رو یه جوری بهت میگم که اگه ریاضی رو تو دبیرستان 10 گرفته باشی، فارسی هم افتاده باشی، بازم 3 سوته یادش بگیری. اگه پشتیبانی نیاز داشتی چارت هم یه پیام و یه زنگه. اما این همش نیست، تازه میخوام کارت برنده رو برات رو کنم. اوسیپی ازتون کمترین کارمزد رو میگیره. دیگه چی میخوای؟ پس اگه پرداخت ارزی داشتی یا گیفت کارت خواستی، بیا اوسیپی با یه کلیک و پرداخت ریالی خوباش تو مشتته، چون من پیگیر تو هم.